اساسا در اساس اگر مؤسسه اصلاحی زنانه گوییم اگر شرط و شرایط محکوم شدگان نسبت به دیگر مؤسسه اصلاحی خوبتر است از بس که آنها جنسی لطیف هستند و سرایت اجرای جزا کوشش کردند که همین مؤسسه را نسبتا به دیگر مؤسسه های اصلاحی دقت زیاد صرف کنند و بسیار کارها انجام داده شده برای زنان. سن و سالشون چند ساله هست؟ مثلا از چند سال؟ سن و سالشون از بین 18 تا 58. اکثرا مثلا فرزند دارن و شوهر دارن؟ 67 نفرشون اولاد هستند. یعنی 67 فائزشون کودکانی نوپولیس دارن؟ کودکان نوپولیس زنها؟ میانی مردم این پرسش که دارن داشت؟ نه، آنها همگان زنان برای که پیش از آن که با آنها تحصیلات کسبی دهیم ما کوشش کردیم که فهمیم که آنها چی پرابلم ها دارن، چی کسب هنر دارن، چی شوق دارن نسبت کسبی یگان مثلا دوزندن یا کسبی کندیتر میم. شایمانی ممکن دیدن نمیشه و نخوردم گفتم ممکن است که همه شرایط های آنها در مؤسسه اصلاحی زنانه فراهم آورده شده. چون اینکه گفتم در اینجا عبدالخاک همه شرایط ها فراهم آورده تنها با آنها آزادی لازم است. در آنجا تنها یک цех دوزندگی وجود دارد و یک حجره سرتراشی. در کدام مؤسسه بودی؟ مؤسسه زنانه. در نورک؟ در نورک. حالا باشد ما کوشش کردیم که باز 4 حجره تعلیمی تعمیر نماییم و تجهیزانیم و با آنها امکانیت دهیم که آنها ملکه‌های کسبی خود را بهتر کنند در ساحه کامپیوتر، در ساحه کاندیتری، دوزندگی و сартараши. Женщины в основном дело 22% заинтересованы или имеют какие-то склонности. اونها اصلا در کدام ساحه امروز فعالیت دارن که ما بیشتر به همون ساحه در وقت آموزش شما توجه کنید که کدام ساحه هست. چون که امروز ما میدونیم که نظر جامعه رو دیگر کردن کارهای زیادی به انجام رسوندن در مورد که زنهایی که محبوس ما نکرده چون که من به